برای جلسه اول ما میخوایم از حروف صدادار شروع کنیم. اولین حرفی که ما یاد میگیریم حرف ا هستش. خب این حرف صداش ا و اسم انگلیسیش ای هستش. یعنی توی زبان انگلیسی ما این حرفمون رو با ای می نویسیم. پس یه بار دیگه صداش ا. تکرار کنیم با من ا. خب ما برای نوشتن این حرف باید اول یه خط از بالا و یه خط از چپ به راست بکشیم به این حالت. پس اول یه خط از بالا به پایین و یک خط از چپ به راست. توی حروف زبان کره‌ای که ما میخواییم نوشتنش رو بنویسیم همیشه یا از بالا به پایین باید بنویسیم یا از چپ به راست. یعنی اگه از پایین به بالا و یا از راست به چپ بنویسیم اینا غلطه، چون طرز نوشتن درستش از بالا به پایین و از چپ به راست هستش. پس یه بار دیگه ما این حرف رو می نویسیم یه خط از بالا به پایین و یه خط از چپ به راست. خب دومین حروفی که ما میخواییم امروز یاد بگیریم حرف او هستش. این حروف ما صدای مشابهی براش توی حروف فارسی نداریم، چون صدای این حرف ما یه چیزی بین آ و او هستش. یعنی نه آ تلفظ میشه نه او، ولی ما بین این دوتا هستش. یعنی او. یه بار با من تکرار کنی او. یعنی نه دهن کامل باز بشه برای گفتن آ و نه لبا گرد بشه برای گفتن او. یه چیزی ما بین این دوتا او. و این حروف توی اسم انگلیسی برای حروف انگلیسی که می نویسیم ای و او هستش. خب حالا طرز نوشتن این حرف ما چطوری هستش؟ این حرف ما از چپ به راست یک و از بالا به پایین میشه دو. پس یه بار می نویسم ببینید یک و دو. یه بار دیگه با هم صداشو تلفظ میکنیم او. خب حرف سومی که امروز یاد میگیریم حرف او هستش. او که اسم انگلیسیش با او می نویسن و طرز نوشتنش از بالا به پایین میشه یک و از چپ به راست میشه دو. پس یه بار با هم بنویسیمش یک و دو. پس یه بار دیگه بگیم صداشو او. چطور می نویسنش؟ از بالا به پایین و از چپ به راست. حرف بعدی که میخوایم یاد بگیریم حرف او هستش. صداش او و اسم انگلیسیشو با یو می نویسن. پس صداش میشه او. یه بار طرز نوشتنش رو یاد بگیریم از چپ به راست یک و از بالا به پایین دو. یه بار دیگه با من بنویسین این حرفو از چپ به راست و از بالا به پایین. صداش او و اسم انگلیسیش یو هستش. آخرین حرفی که میخوایم تو این جلسه یاد بگیریم
حرف ای، صداش ای و اسم انگلیسیشو با آی نشون میدن. پس صداش ای، اسم انگلیسیش آی. چطوری می نویسن؟ خیلی راحته، یه خط از بالا به پایین. پس یه بار با هم بنویسیمش، از بالا به پایین، ای. خب بچه ها، درس این جلسمون تا اینجا فعلا تموم شد. امیدوارم که بتونم بهتون زبان کره یاد بدم و در کنار هم به بهترین شکل ممکن زبان کره رو یاد بگیریم. ما تو این جلسه 5 تا از حروف رو بهتون معرفی کردیم که در جلسه بعد هم چندین حروف صدادار باقی مونده رو با هم کار میکنیم و در آخر هم بهتون حروف ترکیبی صدادار رو بهتون یاد میدم. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو نگاه کردین. تا قسمت بعدی، فعلا خداحافظ.